با سلام. شما اگه بخواین ملک خودتون رو با ملک دیگه‌ای در هر یک از 3 شهر بزرگ استرالیا، سیدنی، ملبورن و بریزبین عوض کنید، چقدر باید هزینه کنید؟ هزینه‌های نقل و انتقال مسکن شامل استمپ دیوتی است، هزینه‌های آژانس مسکنه و لیست در آگهی وبسایت‌های معروف و هزینه سالیساتور و یا کانوینسر که عملاً وکالت انتقال ملک شما رو به عهده میگیره. آنالیزها میگن این هزینه‌ها در سیدنی همکنون به طور متوسط حدود $120,000، ولی در ملبورن با توجه به قیمت پایینتر املاک اون همکنون حدود $85,000 که از پیک خودش در سال 2022 کمی کاهش پیدا کرده. در بریزبن اما این عدد حدود $70,000. دقت بفرمایید که نمودارها مربوط به اپریل امسالن که ما اون رو به روز تبدیل کردیم و عددها رو خدمتتون گفتیم. همچنین این هزینه‌ها برای تغییر یک ملک با ملک با ارزش مشابهشه و برای بزرگ کردن خونه هزینه‌ها به مراتب بیشتر خواهد شد. هزینه‌های تغییر خونه تو استرالیا اونقدر بالاست که خیلی از افراد به خصوص بازنشسته‌ها در استرالیا قید تغییر مسکن خودشون رو میزنن. حالا جالبه هزینه تغییر خونه به صورت سهمی از ارزش خونه‌ها همکنون تو ملبورن از همه جا بیشتره. تو ملبورن 9%، تو سیدنی 8% و تو بریزبن حدوداً 7% از ارزش خونه رو باید پرداخت کنین تا یک خونه رو با یک خونه دیگه تغییر بدید. درود بر شما. بابک صالحیان، پراپرتی آنالایزر گروپ.